100,000 рубл بود. حالا همراه با فایزهای قرض به 249,000 رسیده است. این زن میگوید به دام قلابون افتیده است. او و صدها مهاجر دیگر آسیای مرکزی در روسیه بعد استفاده از یک برنامه در تلفن فریب خوردند. آنها همه برای ارسال پول به نزدیکانشان از نظام انتقال پول زلاتای کرونا استفاده می بردند و بعد یک صحبت تلفنی با قلابان گرفتار قرضخواهی هنگفت شدند. بعد از آن که من به آنها رمز را فرستادم، آنها گفتند به من کارمندان زلاتای کرونا زنگ میزنند. دیرتر دیدم که از کارت من 30,000 روبل را گرفته 50,000 قرض دار کردند. قلابان در اکثر حالت از روی یک نقشه کار میکردند. به مهاجران زنگ زده خود را کارمندی بانک معرفی میکنند و نامناسب مشتری را میگیرند. بعدا آنها از مشتری خواهش میکردند که رمزی را که به تلفنش میآید فرستد. مهاجران زیادی تاجیک را هم با همین شیوه فریب داده 10,000 روبل قرضدار کردند. و برخی آنها وعده میدادند که چون پاداش در صورت حساب مشتری پولی اضافی یا بونوس میگذرانند. رجیستر کردم 28 فوریه بود. زنگ زدن که زلاتای کرونا در نامت قرض است. در آن دادم 16,600 بود. عجیبش این است که قلابان معلومات شخصی مرا در دست داشتند. آنها میدانستند که کی و چی مقدار مبلغ من فرستادم. برخی از مهاجران زمانی از قرضدار بودن خود آگاه شدند که خواستند از یک نهاد مالی برای گرفتن پتنت یا اجازتنامه کار و حق اقامت قرض بگیرند. بسیار همین مهاجرای مهنتی که به ما مراجعت میکنند اکثر از شرکت خوردی استرانا اکسپرس که در داخل علاوه زلاتای کرونا موجود است قرض دارند. لیکن اکثر همین مهاجرا خودشون نمیدانند که چگونه همین قرض برای اونها چگونه قرض پیدا شده است. حالا پلیس به تحقیق این قضیه شروع کرده است. آنها راههایی به دست قلابان افتیدن معلومات شخصی کاربران نظام انتقال پولی زلاتای کرونا را میسنجند. نمایندگان این برنامه میگویند که قرض را نه آنها بلکه شریکشان شرکت قرضدهی استرانا اکسپرس میدهد. نمایندگان جمعیت مهاجران قرغیز در مسکو میگویند قلابان با توجه به آنکه مهاجران زبان روسی را خوب نمیدانند مخصوص آنها را هدف قرار دادند. ما الکی با نمایندگان نظام انتقال پولی زلاتای کرونا صحبت کردیم. آنها میگویند که گناه ندارند و تاکید کردند که حالا سر این مسئله کار برده ایستادند. در رابطه با این قضیه پلیس مسکو چندین پرونده باز کرده است. اگر تفتیش آشکار کند که زلاتای کرونا در حفظ معلومات کاربران به قانون شکنی راه داده است، مهاجران از قرض‌های با راه فریب به گردنشان بار شده خلاص میشوند. در عکس حال آنها مجبورند این قرض‌ها را که فایزشان هر روز بیشتر می شود پرداخت کنند. متخصصان از مهاجران خواهش می کنند که خیلی احتیاطکار باشند.